زندگی پر از دوره‌هایی که میان و میرن، ولی بعضی لحظات یه جوری انگار قراره بالاخره از این جعبه شکلات یه چیز خوب سهمت بشه. تو هر قاب، توی هر نوری که تنظیم میکنی یه تیکه از خودت پیدا میکنی، یا حداقل یه شکلاتی پیدا میکنی، نمیدونی شیرینه یا تلخه. بین آشپزی، خنده ها، اون لحظه‌ای که دوربین روشنه حس میکنی داری ذره ذره پیش میری، حتی اگه گاهی قابا کج و کوله بشه. پیشرفت همیشه بزرگ و رسمی نیست، بعضی وقتا یه گاز از کیک، یه نور خوب یا یه لبخند تیمیه که حسش میکنی. اینجا جاییه که زندگی میکنم هر روز یکم بیشتر از دیروز. این ساعت کاریامون یکم بیشتر از دیروز، هر روز بیشتر از دیروز و گاهی یکم بیشتر از اندازه شکلات. همون شکلاتی که اول گفتم آقای فارسکام نمیدونم این شکلات رو آخر با هم میدی یا نه.